اگه تو هم میخوای متن تو از یک صفحه به یک صفحه دیگه بفرستی با PHP، تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. خب اول این که چرا PHP محدود به یک صفحه نیست برعکس جاوا اسکریپت. خب این یک. خب حالا ما میایم اولا این که باید تگ PHP باشه، هیچی نباید باشه، هیچ چیز دیگه نباید باشه، چون PHP به جز PHP توی HTML نمیتونید PHP بنویسید، ولی توی PHP میتونید HTML بنویسید. این یک. خب ما 2 صفحه نیاز داریم، اینجوری 2 صفحه نیاز داریم. حالا اون ارور داده چون مستقیم رفتیم، بذارید من اینو بردارم چون چیز تعریف نکردیم. اینجوری میشه. شما 2 صفحه نیاز دارید. ما اول میزنیم فرم هم بنویسید، این گت رو انتخاب میکنید و کامل براتون میاد. اول میزنید فرم، بعد توی اکشن سایتی که قراره بره index2.php ما زدیم. متد نحوه انجامش حالا توضیح میدم توی کلیپ های دیگه. خب اینپوت 2 نیاز داریم. یکی اینپوت تکسته که میشه این که ما توش متن می‌نویسیم، یکی هم میشه اینپوت سابمیت که وقتی بزنیم ارسال بشه. خب اینپوت سابمیت نیاز به چیزی نداره، اما توی اینپوت تکست ما نیم میزنیم، توی دابل کوتیشن هر چی دلمون خواست. من زدم تکست. حالا میریم توی index2.php که گیرنده بود دیگه، اینجا تگ PHP میذاریم، میزنیم اکو بنویس چی؟ متغیری که به سبک گت اومده، گت اینجا حالا اسمش چیه؟ تکست. به همین سادگی. حالا ساب کن مثلا خود حالا یه چیز کنید. این PHP 1، این هم PHP 2.